یعنی چی میشه ما هم تو ماشینای گرون قیمت بشینیم انگار نه انگار چیزی حالیمونه، تو خانه های گرون قیمت بخوابیم، تو دوشک گرون قیمت گاز بدیم ما ماشینامون اصلا هیچی برامون مهم نباشه. هی من ریدم تو این دنیا، تو این اشغال دونی گیر کردیم. داداش اینایی که میگیم مال قسطه هاست، همینی که داریم هم از دست ندیم خوبه. عجب ماشینایی. تو هم میخوای از اینا داشته باشی؟ کیه که نخواد؟ بگو باید چیکار کنم. و فردا بیا دم گاراژم در موردش صحبت میکنی. طبق آماری که یوتیوب به من داده 97% شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید منو ساب نداری. من چه چوبه تری به شما فروختم؟ واقعا بدترین آمار یوتیوب رو دارم. ساب کن دیگه، نشسته منو نگاه میکنه. بریم سراغ انیمیشن. ساب کن دیگه، گناه دارم. که وقتی که رو تو رفت فیلتر میشه من به گاه میرم. پس ساب کن. اومدم داش، باید چیکار کنم؟ بیا این جنس ها رو بگیر تا آخر امروز آبشون کن که تست رو قبول شی. یه موتورم دم داره که کارت راحت میکنه. چشم. بچه عجب جنسیه، همش جنسه حلالش. داشت جنسا رو فروختم. آفرین، کار تازه امروز شروع میشه. این جنسا رو هم تا فردا آب کن. باشه داشت، بیا جنس تو آوردم، پولشو بده. نیازی به پول نیست. چی میگی مردک؟ بینو. الو داشاله، داش رزا خونی مالی افتاده اینجا. کجا؟ آدرس بده الان میام. داش که این بلا رو سرت آورده؟ چیزی نیست داش. یعنی چی؟ بگو که این بلا رو سرت آورده. داش الان حال ندارم، بذار بعدم. باشه داش، تو استراحت کن، منم تنهات میذارم که راحت باشی. تو اینجایی؟ آره. بچه حالشو بگیرید.
نزن داداش نزن. الو داشتنی اومدم ببینم حال رضا چجوریه. دیدم اسخر بردش. باشه بچه ها رو آماده کن فردا بریم بالا سرش. او مارتی که کی رو میخوای اینقدر لشکر کشی کردی؟ داداشم کجاست عوضی؟ داداشت؟ کی رو میگی؟ افش آشغال این آدم جواب منو بده. نزن اون توی اتاق خرابه که سمت راست گاراژه.